والا از سردار احمدی مقدم من چی بگم، من آجودارشون هستم اینجا. خیلی بگیرم، اگه بخوام بگم خیلی بگیرن. من با سردارای زیادی کار کردم، جرمن شیپر، بولداگ، ولی این نوعش خیلی بگیره، یعنی میگیره که داغون 2-3 بار تا حالا من گرفتن. ولی چیز بگم فقط یه بدی دارن که این مثل که شبا مسواک نمیزنن، چون صبح که میان اصلا کل راهرو و اینا دیگه اصلا واقعا غیر قابل تحمل. بعد چقدر با این محمود هزار تیر، محمود پاسدار نزدیک و دوست هستید؟ خیلی دوست هستیم، دوستیمون هم به قبل از این ریاست جمهوریشون برمیگرده، چون حالا یه مقدار بچه محلیم، جفتمون توی محل هستیم. بعد از تظاهرات 25 خرداد 88 ساعت 6 با محمود احمدی نژاد جلسه داشتیم. هنوز هیچ کس نیامده بود. ایشان گفت چه خبر؟ گفتم خیابون اینجوری بود. گفت خیلی خوب شد، دایره رو تکون دادیم و اضافات و آشغالا رو اومد، با اونا برخورد کنید، همه رو جمع کنید ببرید. من به او گفتم مرد حسابی چی میگی؟ میری مصاحبه و سخنرانی میکنی و میگی خس و خاشاک و آت و آشغال؟ الان همه به خیابونا ریختن و بحران شده و نمیشه قضیه رو به این سادگی جمع کرد و حالا میگی بگیرید ببرید و تمام؟ حالا 4 تا خس و خاشاک. شهر ما آن سوی آبی هاست، دور از دسترس، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. شهر ما آبادی عشق است، اما عشق چیست؟ عشق یعنی تیپ آق محمود خطر. ای شما دوتا بادم جون گل پسر. بله جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری، از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید صمیمانه ازتون سپاسگزاریم. بسم مقام المعظم دون یدی بل اسفندیار المشائیات بل ختم روزگار المحمود الاحمدی نژاد و المستشفیات و السیدلیات الی غیر النهایه. اول در رابطه با شما جوانهای برومند و دلیر و نیروی جوان ملت ایران باید بگم که شما دوتا تو دل من جا دارید. دنیا رو میبینید احمدی نژاد دلش شده مثل گاوداری. اینو چون شما جوونید گفتم. ولی آقای دکتر چیزی که برای خودمون جالب بود، حتی تو 1-2 تا نشست که حضرت عالی حضور داشتید، این بود که جوونا خیلی راحت می اومدن باهاشون حرف میزدید، انتقاد میکردن، پیشنهاد میدادن، راهکار میدادن. خیلی دوست داشتیم در این رابطه هم صحبت بکنید. من در جلسات خیلی با جوونا راحتم، اونا هم با من. خودم دلم میخواد که با من راحت باشن. مثلا توی یکی از این سفرهای استانی پشت میکروفون بنده سخنرانی میکردم، گفتم ما اسرائیل رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم، ما لبنان رو میگیریم، عراق رو میگیریم. یه جوونی بلند شد گفت اگه دیشتون رو بچرخونید CNN هم میگیرید. که من همونجا به بچهای حفاظت گفتم دیششون رو چرخوندن سمت این جوونه، ایشون هم گرفتن. خیلی عجیب بود برای خودم، ولی خب نشون میده که جوونها چقدر ایستادگی میتونن بکنن در نظام جمهوری اسلامی. صدا